بسم الله الرحمن الرحیم. پروتیز توسط دکتر ذبیح الرحمن ممنون. پروتیز عبارت از وسیله مصنوعی است که جایگزین عضو از دست رفته می گردد و المقدور وظایف همان عضو را انجام می دهد، مانند چشم مصنوعی، پای مصنوعی، دست مصنوعی و دندان مصنوعی. برای ساختن هر نوع پروتیز ضرورت به علم و هنر ساخت پروتیز می باشد. ساخت پروتیزهای دندانی پروستودنتیکس نامیده می شود که رشته خاصی را در طب دندان به خود اختصاص داده است. تمام پروتیزهای دندانی تحت عنوان پروستودنتیکس مطالعه می گردند. پروتیز کامل کامپلیت دنچر علم و هنری است که برای افراد کاملا بی دندان مصنوعی ساخته می شود. دنچر مترادف با پروتیز دندانی می باشد و به طور کلی به معنی پروتیزی است که جانشین دندانهای طبیعی و انساج از دست رفته می گردد. نظر به اینکه به دنبال چه کلمه‌ای به کار برده می شود مفهوم خاصی را می دهد. دنچر کامل کامپلیت دنچر پروتیز کامل برای مریضان مسن کاملا بی دندان و بعضاً برای اشخاص جوانی که به صورت ولادی دندانهای غیر نرمال که با ارتودنسی تداوی نمی شوند و یا فک‌های بی دندان ولادی ساخته می شود. پروتیز کامل عبارت از دانش و مهارت ساخت دندانهای مصنوعی به صورت مکمل و ساختمانهای مرتبط به فک علوی و سفلی می باشد. دنچر فوری یا عاجل immediate دنچر دنچر فوری پروتیزهایی هستند که بلافاصله بعد از کشیدن دندانهای طبیعی برای مریض ساخته می شوند. دنچر واحد سینگل دنچر و پروتیزهای کامل یک فک اطلاق می گردد که فقط جایگزین تمام دندانهای از دست رفته یک فک می گردد. دنچر موقتی temporary denture پروتیزهای موقتی هستند که به طور موقت در اوقات اضطراری برای مدت کوتاه مورد استفاده قرار می گیرند.